این افراد باید می‌مردند، اما چطور زنده ماندند؟ Endumiso Mona. او دست خالی با این حیوان وحشی مبارزه کرد و او را کشت. Yamaguchi. تنها کسی که از 2 بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی جان سالم به در برد. Rommel Broom. پس از 18 بار اعدام به وسیله تزریق سم زنده ماند. Aaron Ralston. پس از ریزش کوه 5 روز در دره عمیق گیر افتاد. یک دستش قطع شد. Anatoly Bagorsky. سرش در دستگاه شتاب دهنده ذرات با ستونی از پروتون‌ها برخورد کرد. Jacob Miller. گلوله به وسط پیشانی اش خورد و زنده ماند. Dick Williams. از نجات یافتگان کشتی تایتانیک. Julian Kopke. در حادثه انفجار هواپیما از ارتفاع 3000 متری سقوط کرد. Vesna Valovic. پس از انفجار هواپیما از ارتفاع 10,000 متری سقوط کرد. من رو فالو کن و دنیایی متفاوت رو کشف کن.